قیامت که رسید در روایت دیگه وارد شده که للصائم فرحتان، برای روزدار دو خوشحالی هست، فرحت عند فطره و فرحت عند لقاء ربه. خوشحالی هنگام افطاری قبل از اذان 10 دقیقه دعا می‌خواند که خدا روزه امروزش را برش قبول بفرماید، منت بگذارد، قبول بفرماید. بعد مؤذن اذان میگوید، خرما دستش منتظر مؤذنه تا گفت الله اکبر خوشحال میشود، الحمدلله که امروز روزمو به جا رسوندم. و بر رزق خدا افطار میکند و طلب مغفرت میکند. این یک خوشحالی. خوشحالی دوم هنگامی که با روزه و پروندی پر از روزه ملاقات پروردگار میکند. خداوند در روز قیامت در دشت محشر سوال میکند، این الصائمون من امت